عرض سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران. سپیده هستم با یه برنامه دیگه در خدمتتون، فشن آرت اند دیزاین. امیدوارم که عصر پنجشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در کنار عزیزان و خانواده‌تون عصر بهتری رو همچنین داشته باشید. امروز هم در خدمتتون هستم با یه برنامه دیگه، یه کاردستی دیگه که امروز یه دونه شندلی، یه دونه آباژور کنار تخت داریم درست می‌کنیم، یا اتاق خواب یا اتاق بچه یا کنار مبل، هر جور که دوست داشته باشین ازش میتونید استفاده بکنید. و برای این کار به وسایلی رو که الان بهتون میگم نیاز داریم. پارچه گونی که اگر یادتون باشه حدود 2 هفته پیش باهاش یه برنامه داشتیم، از همون پارچه گونی نازک خیلی لطیفه، خیلی ظریفه، میتونید استفاده بکنین. طناب کنفی، طناب فکر کنم کنف بهشون میگن، نمیدونم به فارسی چی میشه. در هر صورت طنابایی که از جنس مثل حالت کنف درست شده، فکر میکنم کنف بهش میگن، حالا از من ایراد نگیرین، از یه جنس طبیعی درست شده، مثل حالت چوب خورده است، نمیدونم دقیقاً چیه، ولی طناب خیلی سفتیه، ولی برای کار دستی خیلی قشنگ‌تر از سفت بودنشه. قیچی میخوایم، چسب داغ، چسب سیلیکون و چسب شیشه، همه رو گفتم، با چسب اکریلیک در آخرش اگر که دوست داشته باشین. خب آباژورمون رو میاریم روی این سطح، ما میخوایم کار بکنیم و برای اینکه به قول معروف چی میگن، اینو کاملا به قول معروف نباید بگیم، شروع بکنیم به اندازه گیری. تمام این سطح رو میخوایم با این پارچه به این صورت ما روشو کاملا بگیریم که اینو کاملا کاور بکنیم. باید اندازه هاشو اول بگیریم که من پارچه رو همینجوری بریدم آوردم، اصلا اندازه نزدم، گفتم اندازه هاشو با خود شما بزنم. وقتی که این رو روی سطحتون قرار میدین، از بالا و پایین تقریبا به اندازه 1.5 سانتیمتر فاصله میخواید. میشه گفت الان اینو از اینجاها که میگیریم به اندازه تقریبا این قدرش رو باید ببریم. اینجوری تاش بزنیم که یکم راحت تر باشه. به اندازه 2 سانت از بالا و پایین روی هم رفته اضافه بذارید، نه بیشتر، واسه اینکه نیازی ندارید که بخواین اینقدر پارچه اضافه بذارید. درست این اندازه است، از این ور و از این ور. از اینجا ما اینو قیچی میزنیم. حالا یکم هم بیشتر گذاشتین اشکالی نداره، فقط واسه اینی که خیالتون راحت باشه که کم نیاوردیم. و اندازه دورشو، منتها اینو من الان اندازه نمیزنم واسه اینکه نمیخوام یه موقعی خدای نکرده کم بیاد پارچم. به همین شکل شروع میکنیم. اینو اول از این درز کنار یه چسب میزنیم از بالا به پایین. به این حالت. عالی. و اینو تاپ میدیم all the way دور تا دورش. رو گرفتن روی چیز خیلی راحته، فقط یه ذره میخواد که بکشین و اینو رو اندازه بگیرید. دقیقاً میشه گفت حدود 0.5 سانتیمتر به اندازه این درز رو میبینید از اینجا، اینقدر از این به بالا رو شما قیچی میکنید. و برای چی نبریدم؟ واسه اینکه میخوام اینو درز به درز خودش ببرم و چیزی کم نیاد. فقط مطمئن باشید که اینو کاملا کشیدین که این از همه طرف تایت باشه. و بعد اینو با قیچی روی خود آباژورتون میذارید و میبریدش به این شکل. اینو میذارین کنار. به این صورت این روی همدیگه قرار میگیره.
دوباره اینو چسب میزنیم یه دور دیگه. یکم چسبا رو به این حالت بزنید که یکم کار اینو سریع میخوام انجام بدم، به خاطر اینکه میخوام پایشم با همدیگه درست بکنیم که به همدیگه بخوره. و بعد از این کار تمام اینا رو به این صورت چسب میزنیم و برمیگردونیم. بزنید دوربین بیاد بالا که بتونید ببینید. برمیگردونید و چسب میزنید که اینا کاملا بچسبه. و اگر دیدین که با چسب سیلیکون زیاد جالب کارتون راه نمیفته، مثل الان که من نمیتونم درست اینو بگیرمش، خب برمیگردیم پلن بی، چسب داغ. به این صورت. به این شکل. بعدا میتونید صفر کاری بکنید. من الان فقط دارم سریع این کار رو انجام میدم که بتونم به باقیش برسم. وقتی هم کارای اینجوری میکنین زیاد نباید نگران ناخن و منیکورتون باشین و لاکتون و دستاتون، واسه این که حسابی دستاتون چسبی میشه. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. به این شکل این رو وصل کردیم و طرف دیگر رو به همون ترتیبی که اون ور رو وصل کردیم این ورم باید به همین شکل وصل بکنیم. دوباره چسب اضافه میکنیم و از هر دو طرف میکشیم و اوکی. یکم از نظر جایی ما مشکل داریم که بعد قسمتی که میرسین این میله ها رو میبینید، اینو با قیچی یه دونه چاک میدین بهش که این کاملا بتونه بسته بشه به صورتی که باید. من قول میدم شما توی خونه خیلی بهتر از این میتونید انجام بدین. یه مقدار امکانات من اینجا کمه و میخوام سعی کنم که بتونم درست به شما نشون بدم. جای دستم درست نیست و وقتم کمه، میخوام سعی کنم که بتونم اینو تمام بکنم تا اونجایی که لازمه. واسه اینه که زیاد تمیز در نمیاد.
ولی آمشور که شما خیلی بهتر از این میتونید انجام بدید. و جاهایی هم که قبل از اینکه دستتون برسه چسبتون یه مقدار گرم میشه، سرد میشه، میتونید دوباره اون نوک تفنگ چسبتون رو توی چسب بزنید و اون رو داغ میکنه و دوباره اون رو آب میکنه. دیگه خیلی هم عالی. خب ما اینو پیچوندیم. کدوم دوربینو دارم؟ شماره 2. ببینید چقدر چسب دستای من چسبیده. دقیقه اینا رو بکنم. خیلی هم خوب. خب بعد از اینی که اینو به قول معروف روشو کاملا سطحشو پر کردیم، باید لبش رو با یه چیزی بپوشونیم که اینجوری نباشه. من کاری که میکنم از کنف استفاده میکنم. منتها خب یه مقدار هنوز اونجوری که باید این چسبیده نشده. یکم تمیزکاریاشو بکنم قبل از اینی که شروع بکنیم که بعد به چیزای دیگه برسیم. چسب اضافه بکنم که خب این خوب شد. این وضعیت که اونجوری که باید میبینید یه مقدار روی اینو پوشوندیم به این حالت، ولی خب یه مقدار بهتر باید روی اینو بپوشونید که بتونید به این صورت کاملا این یعنی اینجوری تایت باشه، کاملا کشیده باشه. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم باید لبه‌هاشو بگیریم. برای این کار من از کنف دوست دارم استفاده بکنم که اینو به این حالت دور تا دور این میگیریم. بریم باید کنف رو شروع بکنیم به زدن که اونم از اولش یه چسبکاری خیلی خوب میخواد. سرش رو میبرید به این حالت و از اینجا شروع میکنید و مجبور نیستین برای این قسمت کارتون از هر قسمتی که میرسید از همون اولش چسب بزنید. تو قسمت هایی رو که فقط میخواین به این حالت کافیه، لازم نیست که همش چسب بخوره. فقط حواستون باشه که اینا رو کاملا از جای به قول خودمون چجوری میگیم، از این طرف داریم میگیریم یا از اون دوربین، روی خط صاف بزنید اینا رو. به این شکل. گفتم چسب گرمه خیلی سریع سرد میشه و به محض اینی که سرد بشه میچسبه و تکون نمیخوره. خیلی کار کردن باهاش راحته. فقط آدم باید روی صبر با این کار بکنه، روی صبر و حوصله و وقت که من هیچ کدومش الان ندارم، نه صبر دارم نه حوصله نه وقت. به این حالت اینا رو میدوزید، نمیدوزید، میچسبونید. من همش فکرم توی دوختنه.
با اجازهتون یه عروس خانم خیلی خوشگل داره فردا میاد واسه لباسش که اکتبر عروسی شده. بیان پروی آخر رو بکنن. دیگه وقتی لباس عروس توی دست و پات باشه فکرت دیگه هیچ جا نمیچرخه به جز لباس عروس. یه مقدار اینا رو فرو میکنیم و قسمت آخر رو کاملا لب به لب و اینو از جایی میبرید که اینا به همدیگه وصل باشن، این تکون نخوره. به این حالت ببینید این میشه دور تا دورش از طرف بالا. همین کار رو باید از این قسمت پایینم انجام بدیم دوباره که به همون شکلی که گفتم از اول دوباره چسب میزنیم و تمام ناخنای من چسبی شد. قسمت اولش یه مقدار نگه میدارید که این کاملا خشک بشه. به محض اینی که خشک شد شروع میکنید و هر مثلا 4 انگشتی یه مقدار چسب میزنید و اینا رو میچسبونید به این شکل. برگردین با انگشتتون سعی کنید فشار بدین که مطمئن بشین محکم کاری شده باشه که چیزی از جای در نره و به همون ترتیب اول این قسمت رو هم به پایان میرسونیم. دقیقا لب به لب بریدم. ببینید اگه ولش بکنید خودش میره چون که یه مقدار سفته و حالت چوبه. اینا رو زمانی که خیسن به این حالت میبافن، یه مقدار نمن نخیس که مقدار حالت گیریشون راحت تره. خیلی خب این از این تموم شد. اوکی همینجور که دیدید. حالا برای تزیینات وسطش من دوست دارم از این استفاده بکنم که یه مقدار به قول خودمون رنگش روشن تره. مثلا بگیم 5 تا از اینا رو ما میخوایم 5 تا دایره روی 5 تا دایره ای مثل گل میخوام درست بکنم. 5 تا نه بیشتر یه مقدار لازمه. کاری که میکنید اول با دستتون اندازه میگیرید. ببینید چقدر میخوایم بزرگی دایره‌ای که میخواین روی این بزنید باشه. مثلا بگیم اینقدر، یه ذره هنوز بزرگتر، بگیم اینقدر میخوایم پهنای گلمون باشه رایت. یا میتونیم بزرگ و کوچیک بزنیم. مثلا 3 تا اینقدی، 3 تا یه مقدار بزرگتر. 3 تا تناب اینقدی ما میبریم اول. بعد کاملا اینا رو اندازه بگیرین که یه اندازه باشن. یکی و 2 تا و
همچین فر میشه واسه خودش کیوت، این موی بچه فرفری میمونه. این 3 تا برای یه دونش. یه دونه رم همینو دوباره اندازه میگیرید ولی به اندازه 1 تاب اضافه میبرید از این. مثلا اینقدر بود تا اینجا، اینقدر دیگه اضافه ازش میبرید که یکم حلقتون درشتر بشه و دوباره از این 3 تا درست میکنید. دوتا این میشه سومیش. به این شکل. خب شروع میکنید برای وصل کردنشون. این قسمت بالای آباژورتون هست، اینا رو نشون میگیرید. 1 و 2 و 3 تا از اینا دارید. 3 تا از این کوچیکا یا بزرگا رو هر کدوم رو دوست داشتین برابر این خطا میزنید از هر 3 طرف و بعد وسط ها رو هم دوباره یه دونه اضافه میکنید. اینجوری نمیتونید جاها رو اشتباه نمیکنید، فاصله ها مرتب در میاد. کاری که میکنیم این خط موازی ماست. من همینجوری نظری اندازه میگیرم، یه مقدار چسب میزنیم به این شکل و شروع میکنیم اینو تاب دادن و وصل کردن به این حالت. این چسب ما هم همش کم میاد. این چسبای داغ خیلی چیزای خوبی هن. فقط یه مشکلی که دارن اینه که لوله‌های چسبشون خیلی کوچولو هن. وقتی که یه ذره استفاده میکنید دوباره مجبور میشین هی پر بکنید اینا. این خیلی دستگیر آدم میشه. فقط اینشون یه ذره اذیت میکنه آدمو. من خودم شخصا از چسب سیلیکون خیلی بیشتر دوست دارم استفاده بکنم تا چسبای گرم، واسه اینکه چسب سیلیکون تمیزتر در میاد، داغ نیست، مثل این دستو نمیسوزونه. مثلا چند بار من دستمو سوزوندم. منتها برخلاف خونه که میشه چیک زد بگی آی دستم سوخت، اینجا هیچ نمیشه گفت. دردو میکشی و آروم و ساکت برنامه رو اجاره میدیم. There you go. به این شکل در میاریم. ما 6 تا از اینا رو باید وصل بکنیم. هر این 3 تاشم که وصل بکنم اوکیه که بتونم نشونتون بدم. اینم کدوماشو وصل کردم. 1 و 2 و 3 کوچیکا، 2 تا بزرگا. یکی دیگر رو اینجا میزنیم به موازی همین خط. از اینجا وسطش شروع شد. من همه چیزم نظری میزنم، هیچ وقت اندازه نمیگیرم، خیلی کم پیش میاد مگه اینکه لباس باشه، اونو که آف کورس به اندازه و میجرمنت و سایز و، ولی کارای اینجوری رو هیچ وقت سانتی متر نمیگیرم دستم. اصلا دستم به اندازه نمیره به قول معروف. هیچ کار خوبی هم نیست گفته باشم. به این شکل این بمونه که بگیره خودشو. بله چند تا از عزیزان به من ایمیل دادن که اگه ممکنه واسه آقایون کار دستی درست بکنید. خب من I would love to که واسه آقایون بخوام کار دستی درست بکنم، ولی متاسفانه هرچی فکر کردم هیچ چیزی به نظرم نیومد. مثلا چی میشه درست کرد؟ کیف پولی واسهتون درست بکنم، یا نمیدونم شلوارتون رو میشه دیزاین کرد، یا به هیچ وجه هر جور گذاشتم و برداشتم دیدم هیچ کاری نیست که من بتونم واسه یه آقا انجام بدم و بشه گفت چیز
آقاوارونه‌ای در بیاد ازش. حالا اگر که شما همین عزیزانی که پیشنهاد دادن، اگر که شما چیز به خصوصی رو در نظر دارید میتونید به من ایمیل بدین، مثل همین ایمیلی که دادین درخواست کردین. توی ایمیلتون بگین چه چیزی دوست داشتین من درست بکنم براتون و با کمال میل این کار رو انجام میدم. خیلی خوب، اینو تقریباً به آخر رسید. همین شکل زیبایی که تماشا کردیم. حالا اون 2 تا 3 تا دیگه ایرم که داریم وسطاشون میزنیم، منتها اینا رو یه مقدار پایین تر میخوایم وصل بکنیم. کدوم دوربینه دارم؟ اینو. بذارین از اینجا نشون بدم. اینا رو ببینید، ما اینا رو اینجا زدیم به این حالت. دومی رو نشون بدید. آره، اینا رو یه مقدار پایین تر میزنین. دلیل اینی که میگم یکم بالا و پایین بزنین واسه اینکه اینا مثل گلن، بعد ساقه بهشون اضافه میشه و بعد بقیه اون رو نشونتون میدم. منتها الان من یه دونه بیشترش رو اضافه نمیکنم واسه که یه مقدار وقتمون گرفته است، یکم وقتمون کمه، میخوام توی وقت صرفه جویی بکنم. اگه رسیدم آخر برنامه چشم 3 تاشو میزنم، ولی الان یکی دیگر رو اضافه میکنم فقط به خاطر اینکه بتونم کارم رو ادامه بدم. به همون ترتیبی که بقیه رو چسبوندیم اینم وصل میکنیم و اگر ولش بکنید در عرض 1 ثانیه به این حالت در میاد. نگهش داریم تا گرم بشه، سرد بشه. گرماش از دست بده خودشو میگیره دیگه، نیازی نیست که بخواین شما با دست این رو نگه دارید. به این شکل. خیلی خوب. حالا ادامه کارمون میشه که ما میخوایم وسط اینو مثل حالت، ببینید اینم باز نخ کنفیه به این شکله. با کاری که میکنید با دستتون، یا اینی که میتونید 2 مدل داره، یا این که میتونید به این شکل اینو دور بدین یه چیزی به این حالت در بیارید و بذارین من یه دونه اینجوری درست بکنم، یه دونه اونجوری. شما هر کدومش رو دوست داشتین خودتون توی خونه انجام بدین. یه چیز ریشی به این مدل در میاد، منتها یه مقدار ریشاش باید کوتاه‌تر باشه، زیاد نباید بلند باشه. و چسب میزنید وسط گلتون و اینو به این شکل میچسبونید وسطش. بازم گفتم من کوتاه‌تر باشه، این خیلی بلنده. وقتی چسبید میتونید کوتاش بکنید. باید که این تواش خالی نمونه به این شکل. یا میچسبه به انگشتای من میاد بیرون، حالا اشکال نداره. یا اینی که جور دیگرشی که زیاد جالب در نمیاد، من اینو در میارم. جور دیگرش اینه که یه دونه مثل نخ بافتنی که دیدیم لوله میکردیم، گرد میکردیم، به این شکل چند تا تاب کوچولو میدین اینو دور هم دیگه، خیلی ظریف و کوچولو. یه چیز اینجوری در میارید. کدوم دوربینه دارم؟ به این حالت. پشتش رو قیچی میکنید، چسب میزنید و اینو میچسبونید این تو به این شکل. کاملا اون وسطش اینو قرار میدید به این حالت. دیدین چجوری شد؟ به این شکل. یه دونه دیگه درست میکنم که ببینید چجوریه.
دور انگشتتون اینو تاب میدین و دورشو مثل اون کانواها بودن. من یادم ایران میشستیم، مامانم اینا همیشه با همسایه‌امون میشستن بافتنی میکردن. هر کی میومد پیش مامانم میشست یه چایی بخوره یه دونه چیز بافتنی هم دستش بود. خدا پدر مادر فیسبوک رو بیامرزه که ما همه فک و فامیل و دوست آشنامون رو روی فیسبوک پیدا کردیم. حدود 1 ماه پیش بود یه سری مسیج گرفتیم از یه آقایی به اسم فرشید رضایی فامیلشون بود و من نمیشناختم کیان. و بعد که از مامانم سوال کردم گفتش که همسایه‌مون بودن ایران. من موقع بچه بودم که کلاس 3 دبستان بودم، یادم نمیاد زیاد، ولی بعد از اینکه باهاشون صحبت کردیم خب یادمون اومد که چه همسایه مهربون و خوبی و همیشه برنامه‌های منم نگاه میکنن. های حالتون خوبه؟ That's me. یه وقتایی هم از این کارا میکنم. خب اینا رو خانم کارگردان چقدر وقت دارم؟ چقدر؟ اوکی پرفکت. خب تا همین قدری که اینو ادامه دادم من اینا کافیه که بتونید ببینید شما و بعد میتونم اضافه بکنم ادامه بدم که این کاملا تموم بشه. قسمت هایی که این موقعی میبینید از توی کنفتون یه چیزی میزنه بیرون اینا رو میتونید ببرید که مقدار کارتون تمیزتر بشه. خب اینا رو ببینید داخلاشون رو به این شکل پر کردم که اینا وسطشون خالی نباشه و از همین چیزی که استفاده کردم برای پر کردن وسط اینا این همین میشه بند گلتون، در واقع نخ گلتون. چی میگن بهش؟ ساقه گلتون. نخ گلتون به این شکل اندازه میگیرید میبرین و اینو میچسبونیم. خیلی راحت و ساده، این دیگه کاری نداره، در عرض چند ثانیه تموم میشه. این همچین صاف هم نزنیدش، یه هوا از این ور اون ور تاب و توب و قر و غمزش بدین به این شکل که مثل گل در بیاد. یه دونه دیگه کوچولو هم میشه گل برگمون. من 2 تا بیشتر از اینا رو نمیزنم که فقط برسم پایه گلمون هم درست بکنم به این شکل. این میشه هر کدوم از اینا میشه تبدیل میشه به یه دونه گل. خب حالا که ما دستامون رو حسابی چسبی کردیم این 2 تای دیگر هم بزنیم به این شکل اندازه میگیرید. من بذارم اینجا که بتونید ببینید و اینو کاملا چسب میزنید از این قسمت وصل میکنید. اگر هم اضافه داشت اینو با قیچی میبرید. به این حالت. داستانم رو تا نصفه گذاشتم. خلاصه هیچی، ما همسایه‌مون رو پیدا کردیم، کلی هم باشون حرف زدیم و من از اینجا به همتون سلام میرسونم. فرشید و فیروزه و مامانتون فاتی خانوم، اسمای همه رو یادم نیست، یادم رفته یه مقدار. به این حالت.
خیلی خوب. این از گلای ما. اگر که دوربین رو به رو نشون بدین ممنون میشم. به این صورت در میاد. دور تا دور اینو به این حالت با گونی و کنف ما میپوشونیم. تا زیاد نمیشه اینجا همچین کشید سفت کار کرد روشون. اینجا من سعی میکنم که نگاه میکنم این طرفو، دارم توی تلویزیون نگاه میکنم ببینم که آیا من اینو درست میگیرم یا درست نمیگیرم. به این شکل تابش بدم از این ورید دوباره. بله به این شکل اینا رو، این گلا رو روی این میسازیم. خب این شد سری آباژورمون. حالا برای پایش مثلا این آباژوری که من داشتم اینه، درسته؟ این یه مقدار خب قدیمی، شیشه‌ای، شکل و شمایلش با این جور در نمیاد. من اگه این رو بزنم روی این ممکنه که اوکی باشه، خب شیشه است مشکلی نیست، ولی زیاد به همدیگه نمیخوره. کاری که میکنیم اینو میذاریم کنار. تمام روی این شیشه هم هر جوری که باشه آباژورتون میتونین روی اینم بگیرین. برای شروع کار اولش رو ما با چسب شروع میکنیم و با کنف قهوه‌ای تیره به این شکل. به این حالت شروع میکنید اینو. قسمت پایینش رو فقط سعی کنید خوب چسب بزنید که این کاملا وصل بشه و بگیره خودشو. و بعد از اون دیگه زیاد مهم نیستش که اگر که شما برای هر ردیف چسب بزنید یا نزنید، میتونید از هر نوع چسب دیگه استفاده بکنید، حتما که نباید چسب گرم باشه. به این شکل و همونطور که ادامه میدین اینا رو روی هم میذارید. من چون که وقتمون کمه سعی میکنم یکم سکیپ بکنم، فقط یکی دو جاشو بیشتر چسب نمیزنم واسه اینکه میخوام برسم اینو تموم بکنم که بتونین کار به پایان رسیده رو ببینید. از اینجا به بعدش رو از چسب سیلیکون استفاده میکنم و چسب گرم است که چسب گرم یه مقدار کند میکنه کار کردنمو. اینم که حسابی سفت شده. انبر دستامون کوشن. خانم کارگردان کمک. باز شد مرسی، بازش کردم. خب اینو من بیستونمش از اینجاش دیگه جوری که فکر میکنم بشه. اینو نگه داشت و چسبید. فقط مشکلش اینه که چون که این پیچ میخوره دوره هم. من فقط یه جاشو دارم چسب میزنم واسه اینکه این خودشو میگیره به این حالت. و بعد هر چند تا دوری که میزنم یه دور میدم و جای چسبش رو عوض میکنم به این شکل. یه چیز دیگه هم بگم، هفته بعد دارم همین کار رو براتون انجام میدم با چند تا مدل مختلف شیشه های کوکاکولا، واین یا هر چیزی که بشه داخلش آب ریخت و گل گذاشت، تا به شکل مختلف، به شکلهای دیگه.
و هر موقع هم که دیدین که تنابتون داره تموم میشه یه صفرکاری حسابی میکنید همون قسمتی رو که دیگه به قول معروف آخر کارتونه و از رنگ دیگه تنابتون استفاده میکنید. خیلی هم قشنگ میشه، هیچ اشکالی هم نداره که دو رنگ باشه. کاری که میکنید اینه که اینو در واقع ببینید من تنابم داره تموم میشه. کاری که میکنم جانم آها فاصله میگن افتاده. فاصله ها رو هر چند وقت یه بار حواستون باشه که بگیرید اینا رو. به این حالت ردیف آخر رو حواستون باشه که خوب چسب میزنید و میچسبونید که به این حالت. خب ببینید این نصفشه. نصف دیگر رو همونجور که گفتم با تناب رنگ بعدیمون استفاده میکنید. میتونید یه رنگ استفاده بکنید، میتونید هم از جیب بعد دو رنگ بکنید. اون خب دو رنگ خیلی قشنگ میشه. من فکر میکنم یه مقدار شیک تره که این از دو رنگ استفاده بشه تا یک رنگ. به این حالت بعد اونو جاشو حسابی صفر میکنیم. فعلا با این هل در میره. قسمت اول من همیشه با چسب گرم کار میکنم واسه اینکه با این چسبای سیلیکونی هیچ وقت خودشو نگه نمیداره. به این شکل و بعد بقیه‌اش رو با چسب سیلیکون میریم. فاصله ها رو مطمئن باشید که کاملا میگیرید. من نمیبینم الان دارم چجوری اون ورش رو کار میکنم. الان میگیرم فاصله هاش. بله به همین شکل. بندازیم پایین که هی پیچ نخوره.
برگردیم سر پلن بی، هات گلو. مثل اینکه این داره خیلی اذیت میکنه. من اینو نمیرسم کاملا تمامش بکنم چون که وقت برنامه‌مون داره به پایان میرسه. تا همین حدی که رسیدم فکر میکنم که شما متوجه شدین که این چجوری باید در بیاد. به این شکل فرض کنید که این کاملا تا این بالا به این صورت باید کاملا تا این قسمت پوشیده بشه و قسمت آخر که میرسید، ببینم اینو اگر ببرم شاید یه مقدار راحت تر بشه. به این حالت چند دقیقه بیشتر از برنامه‌مون نمونده، اصلا میخوام یه مقدار پیشروی بکنم توی کار. و چرا گفتم که همیشه اول کارتون رو با هات گلو شروع کنیم و بعد با چسب سیلیکونی ادامه بدین، چون که چسب سیلیکونی تا یه مقدار خشک بشه طول میکشه. میتونید جابجا بکنید تناباتون رو، میتونید بکشین یه مقدار نازکتر، چه میدونم سفت‌تر بکنید اینا رو. خب اینو من نمیرسم تمامش بکنم، ولی همین قدری که تا اینجا میبینید این کافیه. به پایان برنامه‌مون رسیدیم. شما توی خونه میتونید اینو ادامه بدین، تموم بکنید کاملا اونجوری که باید و شاید. اینم شد از آباژورمون. دیدین که اولش به چه شکل بود و الان به چه حالت در اومد. خب عزیزان برنامه‌مون تموم شد امروز. مرسی که با ما بودین با یه برنامه دیگه و مرسی از آقای رفیعی برای این وقتی که به من دادن، مریم خانم از همکاریشون و شما عزیزان که وقت میذارین و برنامه من رو نگاه میکنید. برنامه هر روز پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر و 12 شب همون روز و جمعه صبح ساعت 11 پخش میشه و به مدت به طول هفته 4 مرتبه این برنامه تکرار میشه. ساعت‌های دقیق رو نمیتونم بدم، ولی با ما باشید هر هفته با یه کاردستی جدید، با یه کار دیگه. من در خدمتتون هستم. امیدوارم که روز و روزگار به کامتون شیرین و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.